500 این هم باشد به خاطری تو. به خاطر من میبود و بالاش این همه پول میگرفتی. تو از شخص زیخنه هم بدتر میباشی. ایلابه کن ایلابه. نه به خدا که نمیشود. اگر به 2500 راضی باشی شاگرد راجع زنم تو که بار کنم. نابکار کاظم ظالم، حداقل 3000 میدادی. به خدا که نمیشود، این نرخی آخری. این میلش کاظم بی خدا نابکار. پول را نشان ده. 2500 بسیار شد، اما جیگ نکن، به این هم به پول گرفتی. ایلابه کن. کنی ایلابه. این بگاه در اینجا قیامت قایم می شود. نگاه کن، اگر یک گوگیرد زنی همه‌شون میترکند. مادر جان باید کامера رو گذاشته به نوار گیریم. فیلمی دهشت می شود که یگان تابش سونی ندارد. مادر جان برای چی میزنید؟ آخر درد میکند. مجبور میکنی که جزایت دهم. باوریم نمی آید جناب کمال با کدام عقل دو اویله رو به یک جا جمع کرده است. مگر این کاری خوب است؟ به فکرم او چی نقشه دارد. امیدوارم همش خوب می شود. اینجا گذار، باز نبینم که سرمون در بلا مانم. اگر پدری رحمتیت زنده می بود میدانست که چیکار کند. این تاوز شیشتن یک طرف است، از در آمدن نمیتوانستید. اگر آمدن نمیخواستید کاش که در خانه اتان میشیشتید مادر. من کلانی این اویله حالا نمردم. در این خانه به من نه گپ زده می شود و نه قراری برآورده می شود. این طور باشد خود را حرمت کرده آرام بشینید. این همه نمایش ها شرط بود. ما هم حالا به زور طاقت میکنیم، خاطر نشه. مرد قادر مناقشه نکنید، خواهش میکنم. اینجا آمدن و روبرو نشستن به شما معقول نیست، میدانم، اما باید این کار را کنید. مادام که همه جمع شدیم کشاد و روشنگر میزنم. نمیخواهم مرا خطا فهمید و از قفایم نیرنگ کنید. بچه آیسته، قریب بود که در را میشکستی. شده که احتیاط میکنیم خوازیر نشوید. معلوم میبینم که احتیاط میکنی. مونده نشوید. تشکر. آها کباب آمد، به من ده. شکمم به پشتم چسبید. نیلگون مرا عادت کننده است. من خود حتی تخم پختن نمیتوانم. به مانند خیزر آمدی با. حقیقت اینجا است؟ در اینجا چی گپ است؟ نیلگون چیزها را به احتیاجمندان تقسیم کن گفته بود. گفته‌اش را کرده ایستادم. ثواب گرفته ایستادم. کم کم ثواب هم در کار. قاسم به شاگردانت مگر نگفته ای که کمتر احتیاط کنند؟ گفتم رفته آنها را نظارت کن. در بدر گشته یک تا احتیاجمندان را قید کردم. بعد به اینجا برگشته به خلاصه آمدم که این همه را به آنها تقسیم کنم. اما باشد این ماشینی بارکش یک به احتیاجمندان دسترس میکند. به همین قدر چیز را در استانبول چیکار میکنند؟ همین طور نه؟ البته که البته. من کبوترها را خبر گیرم. با شما اشتیتم.
پرنده ها را چکار کنم نمیدانم. شاید فروشم. شاید همدیگر را چشمی دیدن نداریم، یعنی یکدیگر را اکا و دادر نمی شمارید. برای این طور نکردن مجبور نمی کنم، اما حد اقل اجازت نمی دهم که یکدیگر را دشمن خوانید. من همتان را دوست می دارم، همه ای فرزندانم را دوست می دارم. اینجا خانه پدری است، اینجا خانه پدرتان است، خانه همه شما. اینجا کسی به کسی زورآوری نمی کند. مرد حجرت به مثل پیشین می ایستد. چچک از آن تو هم. این خانه تا حال از آن شماست. فهمیدید؟ پدر، من با اونها در یک خانه زندگی نمی کنم. شما با این زن آیله دار می شوید؟ چچک، دخترم در خانه چی مصلحت کرده بودیم؟ آروم شو. بله دخترم، آیله دار می شود. پس حالا در باره چی صحبت می کنیم؟ چرا اینجایی؟ به جایت نشین. چچک به جایت نشین. به تحصیل مکتب دوام می دهی و با موفقیت هایت ما را خرسند می کنی. از خانه گریخته به خانه دیگران به اجازت نمی درایی. قادر تو باشی با صبر می شوی. اسیانکار نشو. گفته های من را گوش کن. اگر خودسرانه کار کنی از تو سخت می رنجم. برای آینده ای تو و مرد نقشه های زیاد دارم. الهیده می گویم. مرد 2 ماه پیش به چه احوال گرفتار شده بودیم فراموش کردیم؟ 100 بار مرده زنده شدیم. نکن پسرم، این باری آخر باشد. دیگر با قادر مناقشه نمی کنی. سوزن، تو هم احتمال گفتنی داری. و خانم سوزن انیق امروز خانه رو آتش میزند. خب کن دخترم. هنگامی جدا شوی از پدرتون بودن وقتایی که عصبانی بودی، شاید باز هم می شود، اما او به قراری آمده است و ما باید قرار پدرتون را احترام کنیم. فرزندانم، دشمنی بین شما ما را به هر روز آورده است. شما هر دو این کار را حل می کنید. راه حل را پیش می گیرید که به ما زیبنده باشد. پدرتون حق است. از اول اینجا خانه شما بود و من بعد نیز خانه شما خواهد بود. میخواهم که یکدیگر را احترام کنید. فرقیتمان را به دشمنان آشکار نسازید. من باوری کامل دارم که خانم نیلگون هم به این موضوع جدیت خود را نشان میدهد. همین طور نیست خانم نیلگون؟ دروغ. با چشمانش نگاه کنید فریب میدهند. اگر اجازت باشد همه‌اش رو همان نابود میکند. ای از دهانش خون ریخته ایستاده است، اما برای خاطر فرزندانش شربت انار میگوید. نه حادثه دیروزه با او سخت تاثیر رسانده است. با مانند آدمان جاهل دست به گریبان شدن خوب نیست و گپی بسیار هم لازم نیست. با پدرتون یگان کینه ندارم و ذره هم نرنجیدم. من بد نمی رنجم. شما هم نرنجید. این سفسطه رو بس کنید. من یک کلین دارم و 2 نبیره. تو با کسی که خواهی آیله دار شو، ولی این تغییر نمی یابد. و دیگرش نه احتیاج دارم و نه هوس. شما اهل آیله من شده نمی توانید. اهل آیله من نیستید. این اکنون از حد گذشت. رضا، مادرم